آموزش سس زرشکو داریم. زرشک رو روی حرارت تفت میدیم. آبش که خوش شد بهش شکر و روغن اضافه میکنیم. خب شکر اضافه میکنیم. خب یه مقدار روغن اضافه میکنیم. دوباره تفتش میدیم تا زرشکمون قشنگ سرخ بشه. خب زرشکمون که تفت خورد به این حالت باید برسه. آماده که شد میره برای مرحله بعد. ما سنیچ اضافه کردیم. حالا سنیچ آلبالو یا انار. توت فرنگی رو هم اضافه کردیم. حالا زرشکی که تفت دادیم رو اضافه میکنیم. خب نشاسته ذرت رو تو آب آلبالو حل میکنیم. به سسمون اضافه میکنیم. خب آرومات اضافه میکنیم. دل سفید اضافه میکنیم. شعله رو زیاد میکنیم تا سسمون به غلظت برسه. سسمون به غلظت که رسید از رو شعله برش میداریم.